رفتی ز قسمت خواهری من، سرافرازی به عالم دادری من. زمین تا آسمان راضیم از تو، تو از من راضی رفتی مادری من. گیرد خماری مادرم، گاه بیا ای خواهرم، زارم به مهری مادری، باشی بجایی مادرم. گیرد خماری مادرم، گاه بیا ای خواهرم، زارم به مهری مادری، باشی بجایی مادرم. بین ما سراغی دادرم، سوزد چو جان و جیگرم، روی مال شاهی بس سرم، باشی بجایی مادرم. روز بیدایی مادرم، آمد قیامت بر سرم، اکنون همیشه خواهرم، باشی بجایی مادرم. اکنون تو شو مهربانم، تکیه‌گاهم سایبانم، جانم دهم ای خواهرم، باشی بجایی مادرم. اکنون تو شو مهربانم، تکیه‌گاهم سایبانم، جانم دهم ای خواهرم، باشی بجایی مادرم. روز ویدایی مادرم، آمد قیامت بر سرم، اکنون همیشه خواهرم، باشی بجایی مادرم. بین ما سراغی دادرم، سوزد چو جان و جیگرم، روی مال شاهی بس سرم، باشی بجایی مادرم. ببخشا مادرا، خوابت ندادم، شبی تاریک و مهتابت ندادم، زی دستی من غمی دنیا کشیدی. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. در این ماه شریف رمضان خرسند هستیم همراه شمایان دیده به دیده میرسیم. امروز در دهه خوشمنظره آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن نسالت خاله با خانواده تورا بابا آمدیم. امروز تبریکات را از نام نگار آیتی که در مسافرت هستند، از نام عبدالمنان اکا، البته نیت های نکو را برای امروز صاحب جشن میرسانیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان، مهمانان این خانواده امروز صاحب جشن ها، مهمانان خانواده تورا بابا. من امروز در این ماه شریف رمضان، مادر عزیزی خاندان، در این دسترخوان پر از افطاری که پیشکش شما کردن امروز نسالت خاله جشن زادروز دارند، برای تبریکشان آمدیم. السلام علیکم. نسالت خاله جشن زادروز مبارک. نزدیکتر میستیم. امروز میلاد عمر را، روز تولد را مبارکباد میگوییم. امروز نسالت خاله اختیار بید کنی، نام کی آمدگی ما؟
نفهمیدم برنامه که اومده که رحمت کم باشه. سورپریز شد می؟ از نام آن نفری که بعد از درگذشتن پدر مادر جای پدر مادرم را گرفتند گفتند خواهرم که به جای همه انسان های نزدیکترم هستند، دعاگوی خاندان من، مصلحتی، البته یگانه انسانی که همیشه دعا میکردگی از نام اهل عائله عبدالمنانکه، از مسافرت، از نام باز یک خواهر نازنینتان، از نام نگار آیتی شما را تبریک میگویم. گفتند که برای ما همچو خواهر هستند. من در خانه یک دختر بودم، بعد از که در این خاندان آینه بستم، برای من آن خواهران شوهرم هم همچو خواهری رشته بسیار هم مهر و محبتی خود را رسانیدند. امروز باشد یکی از آن خواهران نازنین من جشن زادروزشان هست. امروز رسالت خود چند ساله شده؟ نه چند ساله بماند؟ 17 چپا کنیم اگر 17 می شود بگذار الان خیلی جوان شده در روزهای خورسندی در این روزهای شادباش شما آمده تبریک کردن نصیب کند. جشن زادروزتان مبارک. امروز از نام تمامی مهمانان عزیز، از نام نزدیکان، شخصا از نام نگار آیتی که در مسافرت هستند شما صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. امروز برای خواهر من، برای بجان نزدیکتری من، مصلحتچی ما، خبرگیرک فرزندی عزیزی من، برای رسالت آیتی نیت‌های نکوی ما را رسانید و فرمانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش پر آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. البته امروز خانجان عزیز حاضر عبدالمنانکه نگار آیتی من خواهران عزیز میگویند بعد از درگذشتن پدرمان مادرمان همین آیتی ما برای خانواده ما، برای اهل عائله ما مصلحتچی هستند، پیر خاندان ما هستند. هر کار هر توی سر میکنیم، یک روزی خورسندی سر میکنیم با دعاهایشان آغاز میکنیم. اگر امروز امکان میبود مادرم میبودند ما برایشان این روزها را هویدا میکردیم. صد افسوس که نیستم با جای مادر، همین خواهر ما با جای مادر هستند. برایشان رسانید که مادرم اشک مریز جانم به قربانی تو است، جانی من قربانی آن دستان لرزانی تو است. میروم سوی غریبی مادرم غمگین مشو، در غریبی یادی من دائم به فرمانی تو است. تو اگر دوری زی چشم مادر به دل نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. من غریبم مادری جان، دورم از آغوش تو، این دلی من تشنه ای آن مهر و آغوش تو است. امروز جشن زادروزتان مبارک. برای شما البته در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. نبینید که من همین سال آخران چندین حاجی ها زیاد شدن در دهه ما. بگذار هم خیلی ایزی حاجی ها را زیاد کرده، همین خواهر ما هم به زیارت کعبه الله روان گفته برای شما کتاب قیمت بهاترین را آماده کردن. خرسک میزنیم کتاب را پیشکش میکنیم. مبارک باشد. و البته از نام نگار آیتی، از نام عبدالمنانکه، از نام عزیز آیتی خود جیانتان گل دسته های زیبا در اینجا تیار کردیم. مرحبا پیشکشی همه جانی عزیز میکنیم. مبارک باشد. هر bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonimni otgan, dar cheksam yonimda murtirab yotgan, bu mening onam. مبارک باشد. زادروز مبارک. روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda murtirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tilmagan didorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam.
unga dard tegadi. Men yomon bo'lsam keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim, bu mening onam, bu مبارک باشد. حاضر مادرجان عزیز از نام خواهرام نیت‌های نکو رو میشنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمونان عزیز. من از این فرصت پرقیمت استفاده برده خواهری عزیز و مهربانم را با روز تولد تبریک میکنم از نام خواهران، دادران، جمع‌ها. چو سدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامع عاقل و فرخنده باشی، چو سنا در دل و در دیده باشی. نگهبانت خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیبت جلد قرآن و حیاتت با صفا باشد. خواهرکم جان دل خواهرکم، صندوقچه زیر دل است رازی دلم خواهرکم، زیر دلکم نگفته نصیحت میکنند. از خداوند خرسندم که همیشه خواهر آفریده است. اما با این کس عمری دراز رزق فراز میطلبند. در دل چه آرزوهای دارند آرزوهاشون برسند. دعاگوی هم مامو شده دعاگوی فرزندکشون شوند. الهی صاف باشند در سراکمو. حتی قرصک زنیم برای نیت‌هایشان از صمیم قلب برآمد. مرحمت. گلدسته رو از نام خواهرشان میسپارند. مبارک باشد. بگذارن و خیلی مانند گلها گلفان باشه. نظیر خدای مقتد نیت‌های خودشان را رساندن کنی. مرحمت. این شبی تو روش روی بارانی، کلبه مادرم به یاد آمد. بامی اومد چقدر زیباران ها، در دلم عالمی بداد آمد. در چنین کلبه فقیرانه، با دلی راست مادرم داراست. کودکانش به هر کجا رفتند، مانده در کنجی خانه تنها. شاید او با امیدی عفو غولا، رمضان است و روزه می دارد. وقتی افطار چکچکی اشبار، هیچ برگوشی او نمی فارد. نیسان جان تبریک میکنم. سر بدرای سر مهم و ساق و سلامت باشه. عمراتون آفرین دراز شود. مادرم اشک مرت جانم به قربانی تو است. جانی من آن قربانی دستانی لرزانی تو است. میرمم سوی غریبی، مادرم غمگین مشب در غریبی. یاد من دائم به فرمانی تو است. آنا جان تبریک میکنم. صد بدرای انمی آنا جانم، بی جانم، دادا جان، انمی هم یکاشون تبریک میکنم. اگر جنت yerdə bölsə üstüdana, اگر جنت kökdə bölsə astidana, اگر جنت bitdə bölsə öşədir ana, bu dünyada cennet bölməsə cennetim ana. Бабушка любимая, милая, родная, с днем рождения тебя. Внучок поздравляет, чтоб не видела печали и не знала горести, чтобы ты была не старой, просто домой в возрасте.
onajonim mehribonim men gul bo'lsam siz bog'bonim ko'zim ochib ko'rganim siz duo qiling barka bolim bilan bu dunyoda issan qo'shay onajonim mehribonim dunyoda yashash boshqacha onaning mehri-yu kafti boshqacha onamiz yashaydi bizani o'ylab tunu kun xudodan baxtimiz so'rab rahmat. Jandiriz muborak. Modar aziz ro'zi xursandi ra muborakbod میگویم. حاضر باشد یک جای همراهی خواهران. الان شیرینی هم بریم از آن تناول کنیم. اینا ببینید که 18 ساله گفتیم شیرینی هم بالاش 18 ساله بوده است. شماش گیران کنید یک جای همراهی. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год рождения, собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. Yakta şamaş هم کنیم کنیم. Рождения, Mübarek olsun. окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, сколько будем жить. Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви доброго окружения и чумового настроения. Jandiriz muborak. البته نسالت خوده یک جای تو اصول کندن کار رقص بازی کردن در کار بیرون میبرایم یا همینجا بمین بیرون میبرایم یک جای خورسندی کرده امروزه بزم جمشیدی زادروز را دوام میکنیم. زادروزتان مبارک باشد. میگویم مهمانان عزیز خوش آمدند. مرحبا. Salomat gazel, sari bacha. دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم شونه منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم
در گزنه من تاجیک چه نمیدانم شون منو لیکن کم کم من تاجیک چه نمیدانم گفر منو لیکن کم کم Başımdaki taç Tüy alenge Yengrer dilhiraç Tahtı devlet Başımdaki istedik Yayıp kırk kulaç Davreler oynasın anam Davreler oynasın anam Toylar kurda oynasın anam
گلزار دمیده بیایه بیایه کی دلدار رسیده بیایه بیایه کی گلزار دمیده کارگران شهرنام تشکرهای به نهایت و کارهایشان موفقیت درآمد اصرارشان به درآمد خیلی روزها بگردیم رحمت کلان شما و بچه ها تشکیلاتچی ها هم رحمت اینک دوستانی عزیز امروز جشن زادروز نیسالت خاله را باقی رساندیم. امروز جمعی شهنان در خانواده تورا بابا مهمان شدیم. آن لحظه های خورسندی را، آن لحظه های شادباش را همراهی شمایان با هم دیدیم. در این خیر روزهای خورسندی و شادباش، در این خیر روزهایی که در هر سال غنیمت است و با شما رسم ماه شریف رمضان خود را احتیاط کنید و البته با ما باشید. با شبکه شهنان صحتمند باشید. boy.